ربیع ابن عامر میگه مردم را از جور ادیان به عدل اسلام میاریم. برنامه قرآنی برنامه عدل است، نه برنامه های ساخته خود ما. متاسفانه مسلمان ها در همین مورد واقعا خطا کردن. بر علاوه که مشکلات کلان دیگه داریم، ما باید بیایم اعتراف بکنیم که حقیقتا وقتی حاکمیت به دست ما آمده نتونستیم در جامعه بشری عدالت الهی را تطبیق بکنیم. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله امی برتری را داشتن در مقابل یهود، در مقابل سرسخت ترین دشمنش هم عدالت رعایت میکردن. به همین خاطر پیامشان پذیرفته میشد. ما چی میکنیم؟ گفتیم گاهی وقتا ما دشمن خود رو قدر به تکلیف نمیکنیم. چطور؟ برش به اندازه کافی وسایل تبلیغاتی آماده میکنیم. هر روز ما تولیدات میکنیم وسایل تبلیغاتی بر دشمن که اینه میگه از این قدر امکانات استفاده کن علیه ما مردیم. در حالی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله گفتیم در میدان جنگ این ذهنیت داشتن. شما تصور بکنین در حالت عادی چه رقم حالت داشتن. و به همین خاطر بوده که ما نتیجه دعوت اونا رو میبینیم. مثلا وقتی منطقه مالزیا و نفهم اندونزیا اکثریت قاطع مسلمان ها نفوذ بسیار زیاده دارند، اکثریت قاطع از اینها در نتیجه تعامل تجار مسلمان شدن. یعنی در تاریخ اون مناطق لشکر مسلمان ها نرفتن، لشکر جنگی مسلمان ها نرفتن. پس مسلمان اگر جهاد هم میکنه، وقتی که مفهوم درست اسلام را بفهمه، اینمی جهادش برای خیرخواهی بشریت است، برای آزادی دادن برای انسانیت است. و اگر دعوت هم میکنه، هر دو حالتش به خاطر خیر بشریت است. پس این ذهنیت را یک انسان مسلمان باید داشته باشه. و مفهوم اصلی گپ ای که فراموش نکنه کار اصلیش دعوت به قرآن است، کار اصلیش حاکم کردن قرآن کریم است. و این حق است که قرآن کریم بالای ما شما داره.